ارتکاب قتل و قبول شما چه کاری بود؟ برای گوشی تلفن همراه؟ غلط کردی؟ غلط کردن شما برای خانواده این بنده خدا شما عکس این متهم این الهه حسینی نژاد دیدید چه حسی داشتید؟ عذاب وجدان داشتید؟ چه فکر می‌کنید از خانواده خودتون و خانواده الهه حسینی نژاد خجالت نمی‌کشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. پیرو پرونده فقدان مشکوک به جنایت این خانم، خب همکاران پرتلاشان در پلیس آگاهی وارد عمل شدن و با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و کارآگاهی این فرد رو در کمترین زمان ممکن شناسایی کردن. اقدامات همه‌جانبه انجام شد با توجه به اینکه این فرد تصویر اون خانمی که به قتل رسیده بود در فضای مجازی دیده بود، خب از محل زندگیش متواری بود. شب گذشته در مخفیگاه شناسایی و دستگیر شد. صراحتاً در تحقیقات به وضع انتصابی اعتراف داره و با راهنمایی این فرد دیشب که متاسفانه در زمانی که اتفاق افتاده بود، یعنی در همون لحظه اولی که اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهش کرده بود و با مقاومت جدی این خانم مواجه شده بود، همون لحظه با ضربات چاقو این خانم رو به قتل رسونده بود و جسدش رو از سمت اسلامشهر به بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل کرده بود. فرودگاه امام خمینی. بله، که با راهنمایی این فرد شب گذشته محل جسد شناسایی شد، جسد کشف شد و به پزشکی قانونی منتقل شدن. این متهم هم جهت تکمیل تحقیقات فعلا در اختیار پلیس هست که انشاءالله به محض تکمیل تحقیقات در اختیار مقامات قضایی قرار خواهد گرفت. اصلیش سرقت گوشی تلفن همراه بوده با توجه به اینکه این فرد به محض رؤیت گوشی تلفن همراه این خانم که گوشی گران قیمتی بوده اقدام به سرقت میکنه. با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه که متاسفانه در کمال نامردی و بیرحمی چندین ضربه چاقو به سینه این خانم وارد میکنه و همونجا متاسفانه به قتل میرسه که جسدش رو از اونجا جابجا میکنه و در بیابان‌های اطراف فرودگاه رها میکنه. سردار چند نفر دستگیر شدن در این رابطه؟ در این رابطه 2 نفر دستگیر شده. نفر اصلی این فرد هست که راننده بوده، خودرو در اختیارش بوده و در مسیری که برده بعد از اینکه به مسیر رسیدن قصد سرقت داشته که این اتفاق براش افتاده، برای اون خانم افتاده و اون فردی هم که خودرو در اختیار این گذاشته، اون فرد هم دستگیر و الان در تحت نظر. سردار ببخشید جرایم مشابهی هم داشته این متهم؟ خب انگیزه این فرد سرقت گوشی تلفن همراه بوده ولی در حال بررسی سوابق مشابه اگر چنانچه سوابق دیگه ازش کشف بشه حتما